شما صحبتی ندارین آقای خاتمی در مورد این گزارش؟ بله نه خیلی خوب بود. هم استحباب داره ته کفن و اینها قبل از داشته باشه انسان، هم نقد داریم که وقتی انسان به کفن نگاه میکنه خداوند طول عمر بهش میده، برخلاف اون ذهنیتی که می عمرمون کوتاه میشه با استراب و استحباب هم داره. عجب. بله باید توصیه شده آموزش، بله باید آموزش کنه. آقا شما چند سالتونه؟ من الان 5600 سال هست که دارم به این کفن نگاه میکنم، همین قدم طول عمرم بوده. ساندیسو کجاست؟ کجا انداختی ساندیسو؟ ساندیس کجا؟ چون نگاه از کفن برداشتم دیگه مردم. ببخشید جلو شما. فرشته ها 4 تا هستن، موقع اذان صبح 2 تا میاند و هستن تا اذان مغرب میرند. اذان مغرب 2 تا دیگه میان تا اذان صبح. اگر سر وقت نماز خونده بشه اونا می نویسند و میرن، اونا هم میرسن می نویسند، 2 جا نوشته میشه. این سر وقت این خاصیت صبح اینا. به 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 به، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، دستتون در نکنه. چقدر زود تشریف آوردین. آقا قربونت فردا شب اگه میشه یه خورده دیرتر بیاین. من چون صبح از خواب بلند نمیشم، شب دیر میام خونه، کار مار داریم دیگه، میریم برنامه. اگه بشه یه خورده دیرتر بیاین. فقط این برای شما گذاشتم تو پاکتم، گذاشتم پول چاییه. قربونت برم، دست در نکنه. اگه میشه 2 تای ما رو هم بنویس. 2 تا رو اگه بتونی بکنید 4 تا ما. قربان شما نوشید دیگه ها، دستتون در نکنه. خیلی ممنون، مرسی. قربونت برم، خیلی ممنون. این 2 تا فرشته و من معال 4 تا فرشته که در شبانه روزوار هر کس میاد، اینا نه قبلا برای کسی رفتن و نه بعدا تا قیامت برای کسی میرن. بله. ولی هر شبانه روز همین 4 تا نه خیلی عوض میشن، برای هر کسی هم عوض میشه. فرشته ها خیلی زیاد هست. یعنی فرشته هر روز من 4 فرشته هر روز من جداست و برای هر کسی. بله. چی شد جناب شما؟ ببخشید اشتباه اومدین. اشتباه اومدین. آقا شما فرشته من نیستی، فرشته من آقا چیکار آقا خواهد رعایت کنه. آقا جون من، بابا تو من کلی پول خرج اونا کردم. من فرشته های خودم میخوام. من گفتم این فرشته ها زیادم قاطی میشن. آقا چرا میزنی؟ من که کاری نکردم. آقا ولم کن. عجب دستاری گیر کردیم آقا. اینه که الان تو زندان هم هست، گاهی خلاصه جرم طرف رو میندازن گردنش که این اسم فلان مثلا چی تولد مثلا سارق مثلا. حالا این مقداری که تو دنیا میبینیم، یعنی نمایش اینه. پرونده انسان همراه خودشه. مأموران الهی از حال هر کس آگاهن، همونطور که اشاره کردید. هر کی میاد تو معلومه چی کار است و به خصوص که اونها خب میدونن که چی کار هست. در مرحله‌ای که دارن از فرد بازجویی میکنن، این دانستن اونها دخالت در لحن اونها هم داره. یعنی مثلا یه بنده خوب که میاد جلو میگه به سلام علیکم، اهلا و سهلا حضرت علی، خیلی خوش آمدید فلان. بعد یا مثلا یه آدم بدکار که میاد جلو، اون مثلا با غضب باش رفتار میشه. اهلا و سهلا کیف الحال. آخ جون عجب لحنش خوبه، تحویل هم گرفت. اهلا و سهلا کیف الحال. آقا بابا چرا میزنی؟ بابا من بچه همین محلم. عجب داستانی گیر کردیم. اول بازجویی بکن، بعد اصلاح حکم اجرا کن. عجب داستانی گیر کردیم. نقد داریم که خداوند قادر حساب تمام خلایق رو، چه مثبت چه منفی، در کمتر از طرفت عینی انجام بده. اما خب نمی‌کنه. نه اون هست در نزدش، اما خود معطلی قیامت عقوبته. خودش بخشی از کتک هست. بله که معطلی ها، یعنی اگر مثبت باشه معطل نمی‌کنه. عجب داستانی داریم با باتی ساعتمون از کار افتاد. هیچ کی نیست اینجا صدای ما رو بشنوه. ما 14000 سال اینجا معطلیم، ما دیگه خسته شدیم. عذاب معطلی ما رو کشت. بابا هیچ کی لااقل یه فیلمی تخمه یه چیزی بریم بخوریم. آقا من دیگه نمیتونم عذاب معطلی رو تحمل کنم دیگه. با سلام، من آمدم، شما نبودید. 14000 سال هم معطل شدم. اگر دوباره با من کار داشتید با موبایلم تماس بگیرید. قاصد محسن
روز خوب. یه سوالی هم حالا بچه‌ها هم میپرسن، میگن که زبون ما چیه؟ اون به چه زبانی این پرسش پاسخ اتفاق میفته؟ البته اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابراینه که این اهل بهشت میفهمید. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه، همش عجم، زبان غیر عربه. و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن، یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است. چون من بلدم. أرجو تكلم باللغة العربية للورود في الجنة. نعم شكرا. في بداية الأمر أهلا وسهلا. وعما أنا أصرف أحد من اللغات أزم يعظم عظما، دمر يدمر دمرو شد، و عمل يعمل عمليست. مع 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 ما 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 عربشون نیستیم، ما ولش نمیتونیم ما عربی یاد بگیریم. داشت اگه انگلیسی اوکیه همینجا دو سه تا تیکه انگلیسی بگیم بریم تو دیگه. أنا آسف، يجب أن تروح بجهنم. بابا جهنم چه میرم جهنم؟ آقا کارنامه اعمال ما رو بدیم، اصلا نخواستیم بابا. با تو هم کارنامه اعمال ما نکن، همه چی 20، ورزش، انضباط، شیمی، علوم، جبر، هندسه. بابا به خاطر یه عربی ما رو میخوای بندازی جهنم؟ ما نخواستیم میریم جهنم بابا، نمیخوام.